بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد. برای برادر گرامی، استفاده بردن کلمه عشق را در شأن الله سبحانه و تعالی و همچنین در شأن رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم، این کلمه را استفاده بردن جایز نیست. چگونه ای که این سخن در نزد عجم مشهور است، تاجیکان، افغان ها، ایرانی ها، عاشقان الله گفته، عاشقان رسول الله صلی الله علیه و سلم، عاشقان دین اسلام، عاشقان جهاد تا آخرین سخن ها را، این کلمه را در نزد عرب به دیگر معنا فهمیده می شود. چگونه که اهل علم بیان کردن عشق را، معنای عشق را. عشق چیست؟ عشق این است حب با همراه شهوت، یعنی دوست داشتن با همراه شهوت. و از این خاطر جایز نیست این سخن را استفاده بردن در شأن الله سبحانه و تعالی. اینکه انسان گوید عاشق الله، عاشق رسول الله صلی الله علیه و سلم، عاشق جهاد دیگر و دیگر. و از این خاطر اصلا این سخن، این کلمه عشق نه در قرآن وجود دارد و نه در سنت وجود دارد و نه از سلف صالح حساب شده است که این کلمه را استفاده برده باشند در شأن الله و رسولش و در شأن آنچه که تعلق به دین دارد. و از این خاطر چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیشتر خطبه هایش که می‌فرمود فإن أصدق الحديث او احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بهترین سخن و راستترین سخن این سخن الله است و بهترین راه هدایت و راه نجات و راه سعادتمندی و دنیا و آخرت راه محمد صلی الله علیه و سلم است. ببین که الله سبحانه و تعالی چگونه که می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه می‌فرماید قل بگو ای پیامبر برای این کسانی که ادعای حب من رو میکنن، دوستی من رو میکنن، در اینجا کلمه حب رو الله سبحانه و تعالی خبر داده است. نگفته است که بگو به این کسانی که ای پیامبر بگو به این کسانی که ادعای عشق من رو میکنند که ما عاشقان الله هستیم. این کلمه وجود ندارد برادرم، بلکه بگو برای این کسانی که ادعای حب من رو میکنند، دوستی مرا میکنند، فتبعونی پس از من اتباع بکنید، پیروی بکنید، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. یحببکم الله، پس الله سبحانه و تعالی شما را دوست می‌دارد. و از این خاطر در این اینه که اونچه که تعلق به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم به دین اسلام دارد، کلمه محبت رو، کلمه حب رو، دوستی رو استفاده برده میشود. اما کلمه عشق اینه که اونچه که تعلق به زن هاست، یعنی که انسان چگونه که میگویند فلانی پسر با فلانی دختر عاشق شد، یعنی چه عاشق شد؟ او را دوست داشت و او را چی میخواهد؟ بعد از این میخواهد با ازدواج بکند. فاما این کلمه اینه که عشق در بین زن و شوهر، بین زوجین استفاده برده میشود تنها. این است جواب اختصارا و بالله توفیق والحمد لله رب العالمین.